سرمایه‌داران و صاحبکاران و ناظران امور بیزنس میگویند که اگر تاجیکستان مناسبتش را به بخش خصوصی و صاحبکاری بهتر نکند، بیزنس در کشور نه تنها از رشد میماند بلکه سرمایه ها نیز از کشور فرار میکنند. همصحبتان رادیوی آزادی از شمار صاحبکاران تاجیک که کشور را به قصد پیشبرد بیزنس در روسیه و قزاقستان و قرقیزستان ترک کردند میگویند تفتیش های زیاد از جانب مقامات سنجشی، نبودی دادگاه های مستقل برای حل بحث های مالیوی و زیان آور شدن بیزنس آنها را مجبور کرد که تجارت خود را به خارج ببرند. در گفتگوهای جداگانه با رادیو آزادی اکثر صاحبکاران در تاجیکستان از گرانی انداز و یا به عباره آنها نادرست تانیدن مالیات شکایت کردند. اکثر صاحبکاران بار مالیات را میان شکن میشمارند اما نمیخواهند نامشان برده شود با گمان اینکه مبادا شکوه آنها از انداز برایشان دردسرهای دیگری ایجاد نکند. از میان چندین همصحبت رادیو آزادی تنها صاحبکار الهام حکیموف راضی شد آشکارا صحبت کند. حکیموف رئیس یک شرکت کشاورزی است. او پس از تحصیل و آموزش تجربه های نوین کشاورزی در کره جنوبی به تاجیکستان برگشت و با تجربه اندوختش به پرورش میوه و سبزیجات در گرمخانه ها مشغول شد. اما یک سال این جانب ناظران انداز گرمخانه های او را همچون اموال غیر منقول حساب کرده از آن انداز میستانند که فایده کار پرزحمت او را ناچیز میکنند. او گفت یک دو سه سال اخیر همین پرابلم پیدا شد دایر به اندازی اموال. همین پیشتر همین گرمخانه آزاد بود. چرا نمیتونی ما همین و یا در جمع قانون پیشتر بود لیکن بجای با یک قانونی نو کردن سال 2013 می 14 همونجا نوشتگی که اگر روسی که دیگه رو پراچی گفتگی همینو آمده همین نالاگوی که پراچی گفته همین 180 کد میدویجیم از گفته گریف شدیم. پس از 10 روز در تاجیکستان قرار است رئیس جمهور امامعلی رحمان با صاحبکاران کشور ملاقات کند. این دیدار به 14 اکتبر که روز صاحبکاران اعلان شده است راست می آید. شورای بهگردانی فضای سرمایه‌گذاری نزد پرزیدنت تاجیکستان که مسئول بهبود وضع صاحبکاری و سرمایه‌گذاری است به این مناسبت از صاحبکاران دعوت کرد که عرض و شکایتشان را به طور خطی و اساسناک ارسال کنند. این نهاد وعده داده است که شکایت‌های اهل بیزنس را به رئیس جمهور می‌رساند. الهام محکمبویف یک مسئول این شورا میگوید در این مدت آنها از صاحبکاران چند پیشنهاد جالب گرفتند. مثلا پیشنهاد شده است که برای آسان کردن دسترسی صاحبکاران به اسناد ضروری اداره‌های دولتی پورتال خدمات دولتی تأسیس یابد. اما محکمبویف در رابطه با بی‌جرأتی صاحبکاران که هنگام ملاقات با پرزیدنت مشکلات خود را آشکارا بیان نمی‌کنند گفت همین چهاردنی که ما حاضر کردیم برای همون خوبتر و همون فهمیدن همون صاحبکاران وجود داره. میان همجا با فکرشون را گپ زدن اینو گپ نمیزنن همطوره یعنی فکرش خطی بیان کرده شروع مسئولیتی ما نمیدونن اینو همین کچلی گپ زدن هم نگیرد. در همین حال سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی بالا بودن میزان اندازبندی در تاجیکستان را تصدیق می‌کنند و تاجیکستان از لحاظ گرانی بار اندازش در جهان در جای سوم قرار دارد.